سلام و درود همراهان عزیز کلینیک بهروز. همونطور که بهتون قول داده بودیم به پیشنهاد شما عزیزان قرار شد که میزبان متخصصین در رشته‌های دیگه پزشکی باشیم و بحث صندلی داغ فقط مختص به حیطه درماتولوژی نباشه. امروز میخوایم در مورد یک عمل بسیار رایج و شایع صحبت بکنیم، در مورد عمل راینوپلاستی و عوارض اون. امروز در خدمت دکتر باستانی نژاد هستیم که لطف کردن دعوت ما رو قبول کردن و به برنامه ما تشریف آوردن. آقای دکتر ممنون میشم که یه بیوگرافی در مورد خودتون بگید. خواهش میکنم، خیلی متشکرم بابت دعوت. من دکتر باستانی نژاد هستم، دانشیار گوش حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران. فیلدی که کار میکنم راینوپلاستی و ریکانستراکتیو راینوپلاستی هست. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. خیلی متشکرم. واقعیت اینه که خودم با توجه به اینکه چندین سالی که در کنار دکتر باریکبین هستم و بیمارای آقای دکتر رو میبینم، خودم خیلی هیجان داشتم که امروز آقای دکتر رو از نزدیک میبینم. چرا؟ چون به نظر من یکی از مهمترین کارهایی که آقای دکتر انجام میدن اینه که واقعا میتونم بگم یه تعدادی از بیماران رو به زندگی برمیگردونن، اون اعتماد به نفسی رو که از دست دادن. آقای دکتر در مورد در واقع علاوه بر عمل راینوپلاستی که انجام میدن، کارهای ترمیمی هم انجام میدن. خیلی از مریض هایی که شاید چندین سال هستش با ماسک، یعنی ماسک رو صورتشونه، از خونه بیرون نمیان، اعتماد به نفس ندارن، ولی آقای دکتر کمک میکنه بهشون، در واقع کار ترمیم بینیشون رو انجام میده. دکتر جان ممنون میشم که در مورد راینوپلاستی توضیح بدید. من چند تا سوال از شما میپرسم که شما خودتون بحث رو هدایت کنید. اینکه عوارض راینوپلاستی چی هست، به چه کسایی توصیه میشه و اینکه شما جزء معدود کسانی هستین در همکارانتون که دارین کار ترمیمی رو انجام میدین. چرا اصلا در واقع وارد این قسمت شدید که بیشتر کارهای ترمیمی رو انجام بدین؟ ببینید، هر عمل جراحی میتونه نتیجه آندر داشته باشه، یعنی چنین نیست که شما هر عملی رو بخواید انجام بدین و نتیجه 100% بگیرین. اینو به عنوان فکت از من بپذیرید. این چیزی هست که باعث میشه شما به سمت جراحی‌های ترمیمی پیش برید. ولی آیا لازم هست حتما این کار رو انجام بدید یا خیر؟ من اکثرا بیمارانی که به من مراجعه میکنن سعی میکنم منصرفشون کنم. واقعیت یه مقدار از اختلال واقعا پذیرفته شده هست و بینیه که عمل میشه. در مورد عوارض کلی راینوپلاستی، حالا از خونریزی بگیر تا عفونت و حالا مسائل دیگه، ولی شایع ترینش همین هست که اون آنهپینس در مورد ریزالت هست و این چیزی هست که بیشتر مریض ها رو میبره به سمت جراحی مجدد و مجدد، که بعضی افراد هست که یه حالت ابسسیو گونه به این کار پیدا میکنن و دوست دارن این کار رو هی تکرار کنن و حس خوبی نسبت به بدنشون نداره و نهایتاً کار میدن دست خودشون. از جمله اختلالاتی که باعث میشه من و دکتر باریکبین اینجا فصل مشترک پیدا بکنیم، اختلالات اسکارهای پوستی هست که تو مریض‌هایی که چند بار عمل شدن شایع هست و واقعیت این هست که خیلی رو مریضای این چنینی ما کار کردیم و نتایج خیلی خیلی درخشانی پیدا کردیم و انشالله بتونیم این در واقع کلابریشن رو ادامه بدیم. اگر موافق باشین قبل از اینکه در مورد کار مشترک صحبت کنیم، دکتر چه زمانی میشه در مورد عمل راینوپلاستی یه سری عوارض وجود داره، یه سری خطای پزشکه، میشه بیشتر در موردش توضیح بدید؟ ببینید، اگر شما عمل جراحیتون رو توسط فردی که گوالیفای هست انجام بدین، همکاران محترم گوش و حلق و بینی، همکاران محترم جراحی پلاستیک، و مطمئن باشین که این فرد خودش عمل جراحی رو انجام میده، معمولا مشکل آنچنانی نخواهید داشت. ممکنه یه سری اختلالاتی وجود داشته باشه که خود اون فرد بتونه بعداً براتون مرتفع کنه بدون اینکه بخواین فشار بیارین. بعد از گذشت یک زمانی حتما این کار رو براتون خواهد کرد، ولی فقط مطمئن باشید توی ستینگی دارین این عمل رو انجام میدین که جراح خودش عمل رو انجام میدهد. متاسفانه شرایط که من دارم ملاحظه میکنم با توجه به سمتی که توی انجمن گوش حلق و بینی هم دارم
و بارها هم این مسئله رو پیگیری کردیم، این هست که عملهایی که توسط تکنسین انجام میشه به شدت زیاد هست و با توجه به قیمت ارزانی که این عملها دارن، نتایجی که به دست میاد بعضی مواقع واقعا کاتاستروفیک هست. مراقب این مسائل باشید. بسیار هم عالی. دکتر جان، با توجه به فرمایش شما چه کسایی اصلا میتونن عمل راینوپلاستی رو در رشته‌های پزشکی انجام بدن؟ عرض کردم همکاران گوش حلق و بینی و جراحان پلاستیک. بسیار هم عالی. موافق هستین در مورد کار مشترکی که با آقای دکتر انجام میدیم شما یه مقدار توضیح بدین و سوالاتتون رو بپرسین؟ همونطور که استاد فرمودن، بعضی از بیماران مراجعه میکنن با بینی‌های به قولی تخریب شده در اثر عمل جراحی‌های مشکل دار. حالا همونطور که فرمودند ممکنه که اون عمل توسط فردی انجام شده باشه که اصلا پزشک نباشه، تکنسین باشه، یا ممکنه به حال یک خطای اتفاق بیفته، یا حتی در اثر تزریق فیلر توسط همکار پزشک ممکنه که نکروز اتفاق بیفته و باعث ایجاد اسکار در بینی باشه. خب این افراد خیلی وقتا مراجعه میکنن به اساتیدی مثل استاد باستانی نژاد برای عملهای ترمیمی. منتها مشکلی که وجود داره وقتی که بافت فیبروتیک و بافت اسکار وجود داره، ظاهرا عملهای مجدد خیلی سخته، به خاطر اینکه در عمل مجدد مثل حالا همون عمل اول باید پوست بلند بشه و بره بالا. وقتی که اسکار داریم و پوست چسبیده به بافت‌های زیری، این عمل خیلی خیلی سخته و ظاهرا خیلی وقتا موقعی که میخوان اون باز کردن رو انجام بدن، پوست ممکنه پاره بشه و نتایج جالبی اتفاق نیفتاد. از چند سال قبل استاد محبت داشتن یک سری از مریضا رو فرستادن که ببینیم چه کار میتونیم بکنیم در رشته درماتولوژی و پوست برای این افراد که عملهای مجدد راحت‌تر انجام بشه. همونطور که خیلی از دوستان میدونن، من برای درمان اسکارهای فرو رفته آکنه و همینطور بقیه اسکارها یک روشی ابداع کردم به اسم بلاند سابسیژن. در این روش ما یک تیغه‌ای که سرش کند هستش رو بعد از تزریق محلول در واقع تومیسنت وارد زیر پوست میکنیم و شروع میکنیم پوست رو از زیر پوست جدا کردن و اصطلاحاً سابسایز کردن و دایسکت کردنش، و این خیلی کمک میکنه که اون چسبندگی که وجود داره باز بشه و اسکار عمقش خیلی کمتر بشه. حالا من چون در واقع یکی از ساب تایپ های سابسیژنم مخصوص اسکارهای کوتاه و کوچک در نظر گرفته بودم به اسم کانول تایپ دی، تصمیم گرفتم که یکی از این بیمارانی که استاد ریفر کردن رو بیام بعد از اینکه محلول تومیسنت زدم، همون کاری که برای صورت میکنیم، با یک سوراخ کوچیک دیوایس رو وارد کنم و شروع کنم این بافت چسبیده رو که مزاحم کار اساتید برای جراحی مجدد هست رو جدا بکنم. بعد از اینکه این کارو کردیم، خب خیلی وقتا همزمان هم چون اسکار دارن از لیزر CO2 یا حتی مایکرونیدلینگ استفاده میکنیم، خیلی نتایج بهتر میشه. برای اینکه کار خیلی بهتر بشه و خون رسانی بافت و همینطور خود اسکار بهتر بشه، میاییم 2-3 هفته بعد از اینکه این کارو کردیم و اون جداسازی رو انجام دادیم، تزریق چربی رو هم انجام میدیم. یعنی اون فرو رفتگی ها رو یه مقدار با میکروفت و وضعیت اسکار و خون رسانی بافت رو با استفاده از نانوفت بهتر میکنیم. این بیمارا خیلی هاشون انقدر خوب میشن که اصلا میگن که ما راضییم هستیم. من چند نفرشون رو دیدم که اصلا دیگه استاد میگن که خوبه دیگه، شما به اندازه‌ای که با همون جراحی می‌خواستی خوب بشی خوب شدی و دیگه برید زندگیتون رو بکنید. بعضی وقتا خب عمل مجدد لازمه چون دفرمیتی ها بعضی وقتا خیلی زیاد هست و استاد میبرشون اتاق عمل و بارها شده که حین عمل برای من فیلم میفرستن که اون مریضی که فرستاده بودن که قابل عمل مجدد نبود، الان ببینید که چقدر وضعیت بهتر شده و خون رسانی بافت بهتره، که این داستان‌ها رو دیگه باید خودشون برای شما توضیح بدن که کاری که ما داریم می‌کنیم چه تأثیری داره برای عمل‌های مجدد. خواهش می‌کنم. ببینید دوستان، اولا که من یه توضیح بدم، جراحی ترمیمی بینی که انجام میدیم یا حتی همون جراحی اولیه، اینا روی اسکلت بینی صورت میگیره، روی پوست عملا هیچ گونه مداخله‌ای صورت نمیگیره.
مریض هایی رو ما اینجا داریم منیج میکنیم خدمت استاد باریک بین که مشکل پوست دارن و این چیزی نیست که ما پسش بتونیم اسکارهایی که مریضای بینی دارن در چند لول هست. یه سری از بیماران هستن که در بیس بینیشون اسکارهایی دارن، در این ناحیه، در این ناحیه. اینا رو میتونیم با جراحی تحت عنوان مرحله 1 با پیوندهای مرکب، بهش میگن کامپوزیت گرافت، تا حدی براشون ریستور رسکیو کنیم. خب یعنی یک جراحی که واقعا نجات بخش هست. ولی وقتی این اسکارها از حد بیس فراتر رفت روی تیپ، سوپرا تیپ، روی پره ها و غیره، اینها نیاز به فلپ ریپیر دارن. یعنی پوست باید با رگ از جای دیگه بیاد و این ناحیه رو بپوشونه و اون پوست باید برداشته بشه. خب ما اگه بخوایم این کار رو بکنیم، بعد یه جای دیگه از صورت یا پیشانی یا گونه یه اسکار دیگه به مریض تحمیل بکنیم تا یک بافت رو به انتقال بدیم به اینجا و این کار رو بکنیم. خب این کار رو میشه کرد، بله، ولی چرا سعی نکنیم از یه روش لس اینویزیو تر استفاده بکنیم؟ خب این فکر خیلی خوبیه که بتونیم با روش های لس اینویزیو تر این کار رو انجام بدیم که خب این کار رو خیلی خوب دارن انجام میدن. خب به نظر من ارزشمند هست. همیشه ما در واقع استبلدری، اون نردبان ترمیم، از پلکان‌های پایین‌تر شروع میشه، میره به مراحلی که کارهای در واقع ادوانستر و جدیتر برای مریض انجام میشه و این در واقع تعاملی که ما با هم دیگه داریم به این صورت پیش میره و نهایتا ممکنه مریض رو حتی اگر توی تمام در واقع استپ‌ها شکست بخوریم کاندید فورهد فلپ هم بکنیم. به هر صورت مشکلات این چنینی مشکلات پیش پا افتاده نیستن، ولی خب اپروچی که بهشون میشه هم اپروچ خاص خودش هست و نیاز هست که این مقدار صبوری کنن بیماران این چنینی و بتونیم در واقع از این فاجعه نجاتشون بدیم به مرور زمان. بسیار عالی دکتر جان. تا جایی که میدونم در واقع بیمارانی که به شما مراجعه میکنن دیگه از همه جا ناامید شدن، یعنی دیگه میگن اگر که آقای دکتر باستانی نژاد بگن که میشه ترمیم کرد، میشه ترمیم کرد. واقعا تا حالا شده که مراجعه کننده‌ای بیاد بعد خودتونم بگین که نمیتونم هیچ کاری برات انجام بدم، یعنی هیچ راه حلی براش وجود نداشته باشه؟ یه سری مریضایی هستن که کار سختی دارن ولی ممکنه که بدونم همکارای دیگه‌م هم میتونن این کار انجام بدن، خصوصا همکارای خودم توی دانشگاه تهران که حتما ارجاع میدم خدمتشون، چون واقعیت اینه که از نظر فیزیکی و روحی هر جراحی یک ظرفیتی داره و این در واقع حجم از بیمارانی که به هر حال مشکلات زیادی دارن هندل کردنش واقعیت این هست که برای یک نفر خیلی سخت. حتما این کارو میکنم، حتما ارجاع میدم و همکاران خوبی هم در دانشگاه علوم پزشکی ایران دارم، حتی شهید بهشتی، و این در واقع ارجاعات صورت میگیره. مطمئنم باشید که اگر من شما رو به کسی ارجاع بدم حتما اون فرد کوالیفای هست. اما اگر حس بکنم مریضی کاملا اند استیج هست و مطمئن باشم هیچ کس هیچ پروتکلی براش نداره، قطع به یقین خودم هندلش میکنم، یعنی از این کار لذت میبرم، واقعا دوست دارم این کارو بکنم و این مریض رو اسکیجولش میکنم برای بیمارستان امیرعلم، چون دوست دارم که چنین مریضی هزینه هم بهش تحمیل نشه. من ممنون میشم در مورد فیلر بینی هم مقداری صحبت بکنیم. چون خیلی سوال داریم که اصلا چه کسایی کاندید تزریق فیلر در بینی هستن؟ آیا کامل ما میتونیم فرم بینی رو با فیلر عوض کنیم؟ شما در مورد کوچیک کردنش هم بگیم. آیا کوچیک میشه؟ چون الان خیلی جاها دارن آنزیم میزنن و میگن که بینی کوچیک میشه، نیازی نیست عمل کنیم. ممنون میشم که بیشتر در موردش صحبت کنیم و توضیح بدیم. فیلر یه سری جاها میگن سیف هست، توی این اریا میگن سیف هست. قویاً توصیه میکنم توی این نواحی تزریق فیلر نداشته باشید. در مورد کوچیک و بزرگ کردن اینا واقعیت تزریق آنزیم من دیدم مریضی که آنزیم زده و واقعا تمام لایه‌های پوستش
به شدت آتروفیک چنج شده. از اون طرف مریضی هم دیدم آنزیم زده و بینیش خیلی بینی شکیلی شده، ولی اون مریضی که آتروفیک شده رو هیچ کاریش نمیتونی بکنی. حقیقتا ببینید بعضی از عوارض رو واقعا نمیشه کاریش کرد. خب پس بعد آدم از یه سری چیزا دوری کنه. به هر حال من خودم این کارو چون نکردم در زمینه در واقع آنزیم، من فکر میکنم خود جناب دکتر باریکبین بهتر توضیحشو بدن و ببینیم نظر ایشون چیه. خب من شروع بکنم از تجربه یه خانم دکتری که دندان پزشک بودن، رفته بود در یک ورکشاپ تزریق آنزیم داخل بینی، براشون با سوزن ترکیبی از استیروئید و هیالورونیدیز و کلاژنیز تزریق کرده بودن و با وحشت فراوان بعد از 2 هفته مراجعه کرده بود. به صورت دایره تمام نقاط بینیش فرو رفتگی پیدا کرد، آتروفی بسیار شدید که عملا درست کردن اینها بسیار کار سختی است. خب ما شروع کردیم براشون چندین جلسه تزریق PRP، لیزر CO2، سابسیژن، به هر حال تونستیم قابل قبول بکنیم. هنوزم که هنوزه که شاید 4-5 سال گذشته ما میتونیم آثاری از اون تزریق مخرب رو براش ببینیم. ولی از طرفی هم کسایی هستن که اصلا جراحی نمیخوان بکنن، میخوان یه بینی گوشتی دارن، قبل از اینکه بخوان برن جراحی بکنن میخوان حجم بینی مقداری کم بشه. من خودم یه چیز اختصاصی برای خودم برای هر کسی حالا دیزاین میکنم، ترکیبی از هیالورونیدیز، لیپیز، استیروئید هایی که آتروفی ایجاد نکنن، یعنی هیچ وقت تریامسینول استفاده نمیکنم چون آتروفی خیلی بدی میده، تغییر رنگ میده، هایپوپیگمنتیشن، تلانژیکتازی. معمولا از استرودی مثل بتامتازون استفاده میکنم و کلاژناز. از ترکیب اینها به شرطی که با سوزن تزریق نشه، یعنی حتما باید با کنولا تزریق بشه و ما یک در واقع انتشار دیفیوز داشته باشیم و یکسان که اگر اتفاقی میفته و لایه به هر حال چربی و همینطور بافت فیبروتیک داره کم میشه، یکسان کم بشه. در غیر این صورت اگر ما بخوایم نقطه بزنیم، هر اتفاقی که میفته نقطه خواهد بود. خلاصه در مواردی واقعا براشون مفید هستش، هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم. یعنی کسی که میخواد به نظر من بینیش رو درست بکنه باید یک عمل جراحی اصولی براش انجام میشه. ولی خب بعضی وقتا همکارانی هستن من میبینم ریفر میکنن انقدر پوست بینی کلفت هست که ظاهرا جراحی انجام نمیشه، یا میذارنشون رو آیسوترتینوئین یا رو اکوتین که یه مقداری کم بشه، یا میفرستن پیش ما براشون یه لیزر CO2 عمیق انجام میدیم، یه ذره دیفت میشه، نازکتر میشه که عمل بهتر انجام بشه. حالا از اون تزریق‌ها هم به شرطی که خیلی تخصصی و یعنی باید ما بدونیم که داریم چی کار میکنیم. این که حالا یه پزشکی که تخصص نداره بیاد یه چیزایی قاطی بکنه که فلان شرکت گفته و هزار تا مشکل برای بیماران ایجاد بکنه کار قشنگی نیست. دکتر جان، هر فیلری رو میشه برای بینی تزریق کرد؟ چون ببینید برای زیر چشم ما هر فیلری رو نمیتونیم تزریق کنیم. خب ببینید من کسانی رو میشناسم که به کرات دارن از فیلر استفاده میکنن، یعنی عملشون رو که انجام دادن و دچار یه نواقصی هست، یه جایی فرو رفتگی داره و نمیخوان دوباره عمل بکنن، میان با فیلر استفاده میکنن. از چه فیلرهایی بعضا استفاده میکنن؟ از یه فیلرهایی که طولانی میمونه مثل الانسه. من شخصا پیشنهادم اینه که به هیچ عنوان از فیلرهایی که ریموور نداره استفاده نشه. یعنی اگر بخوایم استفاده بکنیم از فیلر، فقط هیالورونیک اسید با متد خیلی خاص که من پیشنهادم این هستش که از سرنگ‌های BD استفاده بشه. یعنی ما فیلر رو که با جی پرایم بالا هست، یعنی هیالورونیک اسید هایی که خیلی غلیظ هستن و میتونن کار قضروف رو بکنن، که بتونن اگر مثلا ما بخوایم یک نقصی رو پر بکنیم، اگر فیلری باشه که شلوول باشه که ما قدیم ها این کارو میکردیم، از یک فیلری مثلا بلترو بالانس استفاده میکردیم، این سری خودش رو ول میده، یعنی ممکنه یه ماه خوب باشه بعد میبینه اثرش میره. ولی یه چیزی مثلا فرض کنید که ریونست شیپ، یه چیزی که جی پرایم بالایی داره، یعنی خودش رو قشنگ نگه میداره، میتونیم استفاده بکنیم با همون روش در واقع سرنگ بیدی که گفتم، که بتونیم از تزریق داخل شریان‌های اصلی واقعا به دور باشیم. مگه مثالی رو عرض بکنم، یه پزشک غیر متخصصی حالا کیسو برای من فرستاد، عکسش رو من واقعا ترسیدم آقای دکتر، با کنولا هم زده بود، خواسته بوده که به هر حال روی تیغه و تیپ بینی رو پر بکنه. همون موقع متوجه شده بود که مریض
یه مقداری پیل شده. منتها مشکل این نبود، مشکل این بود که همزمان مریض کاهش بینایی پیدا کرده بود، دو بینی پیدا کرده بود و پتوز یک طرفه. خلاصه خدا نکنه که همچین اتفاقی برای پزشکی بیفته که بخواد برای زیبایی بینی رو درست بکنه، کاری که میتونه مراجعه بکنه به یک پزشک متخصص گوش و حلق و بینی یا جراح پلاستیک حاذق در این رشته و مشکلش رو حل بکنه، تا اینکه بخواد بیاد یه تزریق بکنه که چشم و بیناییش رو از دست بده و برای همیشه هم متاسفانه این نواقص باقی خواهند موند. خب تو یه سوال چالشی بپرسم، چه زمانی واقعا متوجه میشه اون پزشک، یعنی جراحی که بینی رو عمل کرده، که یه عارضه‌ای اتفاق افتاده؟ چون چند تا بیمار به ما مراجعه کردن که حالا اون علائم اولیه رو دیدن روی بینیشون، مراجعه کردن و متاسفانه بعضی از همکارا بهشون گفتن یا اون پزشکی که عمل کرده گفته نه طبیعیه، چسب میزنه و حالا در واقع از زمان کمک میگیره. میخواستم بدونم که واقعا چه زمانی باید، یعنی پیامتون چیه؟ چطوری خود مریضا باید اینو متوجه بشن؟ چون متاسفانه حالا در هر فیلدی هست، ولی بعضی از همکارام هستن که اون اتفاقی که افتاده برای بیمارشون توضیح نمیدن. توی فازی که در واقع زخم تر هست معمولا اقدام خاصی ما انجام نمیدیم، حالا مگر دکتر باریکبین چیزی رو صلاح بدونن. 100% PRP، هر روز PRP واقعا معجزه میکنه. یعنی هر زخمی که به هر حال نکروز دیگه، حالا نکروزی که هین جراحی اتفاق میفته، من فکر میکنم چیزی نیستش که نانوفت چطور، یعنی فقط PRP توصیه؟ من فکر کنم PRP تو اون فاز خیلی بیشتر کمک میکنه، ولی توی روزهای آینده نانوفت هم خوبه، به هر حال پر از استم سل هستش، ولی PRP در ترمیم زخم واقعا معجزه است. پس اگه بخوایم از اینجا در واقع به همکارانمون توصیه داشته باشیم، مریضی که توی فاز اکیوت نکروز میبینید همون سر عمل بلا فاصله نانوفت PRP هر روز دقیقا. یعنی مطمئن باشید که اون اسکار و حجم نکروز رو به شدت کاهش میده، به شدت. حالا میگم بعضی وقتا حالا وقتی فیلر مثلا میزنن و یا ابستراکشن واسکولار داریم، آنزیم میزنیم و بازش میکنیم، ولی اتفاقاتی که هین عمل میفته یه کات شده، یه شریانی، اتفاقی که دیگه اونو نمیتونیم درست کنیم و میدونیم که نکروز یه اتفاق خواهد افتاد. یعنی همون فقط میمونه که ما چیکار کنیم که هیلینگ پروسسه بهتر و سریعتر بشه که حجم نکروز کم بشه. حالا جالبه، ما مثلا مریضایی که 6 بار عمل شدن هم باز کردیم، ولی داره همچین خدا رو شکر همچین بلای سرمون نیومده. ولی نمیدونم چرا موقع بلند کردن فلپ دقت نمیشه، یا عجله میکنن یا تکنسین داره این رو بلند میکنه که به همچین داستان ختم میشه. باز تاکید میکنم بلند کردن پوست مریض ریویژن کار هر کسی نیست. بعد در واقع بهترین کسی که ممکن هست بتونه این کارو بکنه باید انجامش بده. ببین الان من این مسئله رو الان از دکتر یاد گرفتم. اختیار داره. چرا؟ چون اصلا نداشتم همچی چیزی، با اینکه مریض 6 بار عمل شده هم باز کردم، نکروز نداشتم. چرا نداشتم؟ چون کارم اینه، وقت میذارم، خیلی با حوصله نمیام 10 تا مریض بذارم در یک روز عمل کنم، نمیدم کس دیگه این کار رو برام انجام بده. ولی اگر این کار رو میکنید حواستون باشه. پس اگر شد نانوفت PRP هر روز، نباید به مریض بگیم حالا چسب بزن حالا بعدا میفرستم لیزر بکن. دکتر من یه سوالی می‌خوام ببخشید. من تقریبا تمام مریضایی که با بینی‌های خیلی خراب مراجعه میکنن، حالا یا ریفر شدن که ما یه کاری بکنیم، یا اینکه خودشون اصلا فکر کردن که باید برن پیش درماتولوژیست، بینی که خراب شده، خود اون دکتری که گفته بیا من برات درست بکنم خرابتر شده. یعنی برخلاف نظر شما که اول فرمودید اگر خراب شده برید همون دکتر براتون شاید درست بکنه، من هرچی دیدم واقعا بدتر شده. یعنی من همیشه پیشنهاد میکنم اگر یه مریضی یک بار عمل شده و خراب شده، میگم لطفاً برو پیش مثلا استاد باستان نژاد یا یک کسی که کارش ریویژنه، چون اگر دفعه دوم خراب بشه دفعه سومی ریسکش خیلی بالاتره.
نظر شما چیه؟ من فکر کنم شما یه بایاس دارین، چون که مریضای زیادی از این دست از طرف ما به شما ارجاع داده میشه. این مریض ها عموما توی تیم‌های خاصی منیج میشن، برای همین فکر میکنید که حالا چون حالا اون تیم‌ها به این صورت بوده اینو باید تعمیم بدم همه همینطور. اکثرا این چنین نیست. یعنی خود همون جراحی که یه اشتباهی اتفاقی یه مشکلی پیش اومده که میتونه پیش بیاد میتونه اونو در واقع تعمیم اکثرا بکنه. میتونن این کارو بکنن. بسیار. بله اکثرا میتونن. ولی شما روش اختصاصی خودتون رو دارین، درسته؟ هر کسی روش اختصاصی خودش رو داره، ولی خب من عموما روشی که استفاده میکنم استراکچرال راینوپلاستی هست، ولی خب توی جراحی‌های اولیه پرزرویشن راینوپلاستی هم زیاد انجام میدم. دکتر یه سوالی، شما پره‌های بینی رو باز میکنید یا امکانی که مثلا کلوز عمل بکنید و برشی داده نشه هستش؟ امکانی هست، بهش میگن در واقع سینچ سوچر، که بیان در واقع با بخیه این رو به هم دیگه نزدیک بکنن، ولی خب این به مرور زمان باز میشه. تا اونجایی که میشه ما سعی میکنیم این رو باز نکنیم. حقیقتا انتهای عمل این نظرات افراد مختلف گرفته میشه روی این مسئله و یه حالت مثل دموکراسی رأی گیری میشه، نهایتا تصمیم میگیریم که این کار بکنیم یا نکنیم، چون چه بخواهیم چه نخواهیم با توجه به اینکه غدد چربی زیادی تو پوست این ناحیه هست معمولا اسکار تشکیل میشه، هر چقدر هم ظرافت رعایت بشه موقع دوخت و دوزش. برخلاف این ناحیه، تو ناحیه کولوملا چون غدد چربی نداریم مثلا اسکار ایجاد نمیشه معمولا. برای همین معمولا تا در واقع یه مریضی 100% الیجیبل نباشه برای این کار براش انجام نخواهد شد. بسیار عالی. نکته خاصی هست دکتر جان؟ من فقط تشکر میکنم از استاد باستانی نژاد که اعتماد کردن بینندگان به عزیز، میگین دکتر وقت نمیدن، مطلب دکتر وقت نمیدن، دیگه توضیحات رو کامل خودشون گفتن دیگه. به خاطر اینکه کار سختیه، تعداد محدودی مریض رو میتونن انجام بدن. خب به هر حال فکر میکنم که ارزش این رو داره که یه مقداری بیشتر منتظر بمونین تا کارتون به درستی انجام شه. دکتر جان شما پیامی دارین برای بینندگان؟ خواهش میکنم، انشالله که سلامت باشین و خیلی بینی چیز مهمی نیست، حالا وقت هم ندادن، بریم به زندگیتون برسیم. مرسی دکتر، ممنون که تشریف آوردین. خیلی ممنون. مرسی آقای متشکرم. دکتر. مرسی. خیلی ممنون. من تشکر میکنم از اینکه به هر حال خیلی وقتا بین گروه‌های تخصصی یک دعوایی وجود داره و یک انحصار طلبی‌هایی از متاسفانه استاد هم که به هر حال قابل دونستم و بیمارا رو ارجاع میدن و میتونیم کمک بکنیم به صورت همکاری. من خیلی خوشحالم و امیدوارم که این همکاری‌های بین رشته‌ای همینطور ادامه پیدا بکنه و مطمئناً کسی که سود میبره از این همکاری‌ها بیماران است. دقیقاً این کلاً ساینسی که از چیزهای مالتی دیسیپلین میاد بیرون خیلی خیلی ارزشمنده. حالا دکتر باریکبین کاری که میکنه اینتر دیسیپلین هم حرکت میکنه. یعنی من دقت کردم یه ابزاری رو برای سابسیژن رفته و خودش درست کرده. خب این یعنی رفته با آهنگر و چه میدونم صنعتگر و فلان، یعنی رفته با دیسیپلینای غیر مرتبط هم از تا ارتباط برقرار کرده برای پیشبرد اهدافش. این خب ارزشمنده. وقتی بتونی بین رشته‌های مختلف لینک بزنی مسلماً میتونی علم خالص‌تری رو تولید بکنی و من بابت این داستان ازت متشکرم. قربونتون برم، خیلی متشکرم. ممنون که همراه ما بودین. مرسی.